و ببین اسلام چقدر هوشمندانه و قشنگ و تمیز عمل کرده. یک، به واسطه شکرگزاری سجده کردن و پیشانی به خاک مالیدن گاهی بهترین چیزه، برای اینکه من هر روز باید این پیشونی خودم رو بمالم به خاک جلوی طبیعت پروردگار، جلوی این همه عظمت و بزرگی و این همه ریزکاری باید سجده بکنم. باید بفهمیم که بنده هستیم و خادم روی زمین و جلوی این همه بزرگی و وسعت و قدرت مثل سوسکیم که زیر پا له میشه. شکرگزاری باید بشه. پس ببین چقدر هوشمندانه عمل شده. کی اختراع کرده از اونو؟ یعنی خود حضرت محمد. بسیار هوشمندانه عمل شده. و همین نماز رو هم خود حضرت محمد گفته. اذان چیز خوبیه، اصلا چیز بدی نیست. کی گفته که اذان بده؟ کی گفته که نماز بده؟ کی گفته تخلیه بار منفی بده؟ کی گفته لباس ایمن پوشیدن بده؟ کی گفته اسلام بده؟ ما اصلا نگفتیم اینا بدن.